در کنه‌بودام دو خواننده مکتب و یک آموزگار را به ویران کردن قانون تنظیم رسم و آیین و تجلیل با تنطنه زودروزشان عیبدار میکنند. اکبر شریفی سخنگوی ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت در نشر نوبتی برنامه میلیسیا خبر میدهد که این حالتهای نقض قانون تنظیم و تجلیل با تنطنه زودروز با دعوت افرادی که عضو عائله آنها نیستند در پی در اینترنت نشر شدن ثبت‌های ویدیوی این سه زودروز آشکار گردید. بر اساس ماده 8 قانون تنظیم که سال 2007 قبول شد، طلبات آن سال 2017 باز هم شدیدتر کرده شد. تجلیل زودروز تنها در دایره عائله بدون دعوت خویش و تبار، همسایه ها و همکاران، همسنفان و همکسبان و دوستان و شناسا اجازت می دهد. بنا به گزارش اکبر شریفی، یک پسر خواننده صنف 11 از مکتب رقم 14 شهر کنه‌بودام در زودروزش در قهوه‌خانه لطیفی در کوچه عینی این شهر دستارخوان آراسته 10 صنفش را دعوت کرده است. همین طور یک دختر نیز خواننده صنف 11 از همین مکتب با دعوت 15 صنفش در خانه دستارخوان آراسته زودروزش را با تنطنه تجلیل کرده است. خوانندگان هنگام تجلیل زودروز خبر یافتند که آموزگار فن زبان انگلیسیشان همان روز به سن 60 میرسد. آنها دستجمعانه برای آموزگار به مناسبت جشنش دستاویز تشکیل کرده به تبریکش رفتند که به گفته سخنگوی میلیسیا سوخت این رفتارشان هم خلاف طلبات قانون تنظیم است. در ویدیو دیده می شود که شاگردان به خانه معلمه آمده او را به مناسبت 60 سالگیش با یک دسته گل تبریک می کنند و معلمه از این برکت آمده اشک شادی می ریزد و شاگردانش را یک یک به آغوش گرفته برای قدردانیشان اظهار سپاس می کند. ولی اکنون نسبت به هر دو خواننده مکتب و معلمه آنها برای ویران کردن قانون تنظیم پرونده های مأموری کشادند. به آنها برای ویران کردن ترتیب تجلیل زودروزشان جریمه به مبلغ تا 6400 سومانی تهدید می کند. ماده 481 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری تاجیکستان برای ویران کردن این بند قانون جریمه از جانب شخصان علاهده به اندازه از 50 تا 100 نشان دهنده برای حسابها را پیش بینی می کند. محدود کردن جشن زودروز از سلسله قانون‌های عجیب الغریب قبول شده در تاجیکستان است که در مطبوعات بین المللی همیشه با پسخند به باد مسخره کشیده می شود. حامیان حقوق نیز این قانون را یک علامت برجسته دخالت مقامات به حریم حیات شخصی مردم و نقض حقوق و آزادی‌های انسانی شهروندان تاجیکستان می نامند.